یه پرونده واقعی رو میخوایم با هم بررسی کنیم. پرونده دختر گمشده‌ای که هم احتمال آدمرباییش هست هم قتل. سلام، من میثمم و با هم میخوایم به شهر کوچک کول توی ایالت میزوری آمریکا بریم. شهری با جمعیت کم ولی قابل اعتماد. آدمای اونجا انقدر خوبن که تقریباً هیچ وقت گذر پلیس به اون اطراف نمیافته. اما 21 اکتبر 2009 طی تماس با پلیس محلی خبر میدن که دختر بچه‌ای گم شده. یک دختر 9 ساله به اسم الیزابت اولتون. این دختر درساش خوبه. توی دبستان یک دانش آموز محبوبه و هیچ مشکلی با خانواده‌اش نداره. آخرین بار خونه همسایه‌شون بوده. خونه خانواده بوستامانت. یه برادر دوقلو که یک خواهر بزرگتر از خودشون دارن و یک خواهر کوچیکتر. این 4 نفر با پدر و مادر بزرگشون زندگی میکنن. آلیسا دختر بزرگ خانواده چند ساعت قبل از گم شدن به همراه خواهر کوچیکترش اما میرن در خونه الیزابت و ازش میخوان بیاد بیرون و با هم بازی کنن. چند ساعتی با هم بودن. وقتی هوا کم کم داشته تاریک میشده، آلیسا خودش الیزابت رو تا خونهشون همراهی میکنه. اما چون مسیرشون یک جاده روستایی بدون پیاده رو بوده، از پشت خونه ها، زمین های کشاورزی و یک منطقه جنگلی عبور میکنن. آلیسا میگه تا جایی همراه الیزابت بوده که دیگه خونهشون دیده میشده. اونجا از هم جدا شدن و الیزابت بقیه مسیر رو تنهایی طی کرده. ولی هیچ وقت به خونهشون نرسیده. احتمال فرار از خونه 0 چون هیچ وسیله‌ای با خودش نداشته. احتمال آدمربایی اما اولین احتمالی که پلیس بررسی میکنه اینه که شاید توی جنگل زخمی شده و توی گودالی افتاده. از شانسشون اون شب بارون سیلاسایی شروع به باریدن میکنه و تقریباً عملیات جستجو غیر ممکنه. اما عملیات جستجو تاریخ انقضا داره. قبل از اینکه عملیات تبدیل بشه به پیدا کردن جسد باید دست به کار بشن. اون منطقه به هیچ عنوان جای مناسبی برای گم شدن یک دختر 9 ساله نیست. جنگل به شدت انبوه و تاریکه. بوته‌های زیادی داره و نهر پرآبی جریان داره. آتش‌نشان‌های محلی رو خبر میکنن و یک تیم جستجوی شبکه‌ای راه میندازن. یعنی متر به متر اونجا رو میگردن. توی اون شرایط آب و هوایی مجبور میشن زیر بوته‌ها رو 4 دست و پا بگردن. اما بعد از ساعت‌ها و ساعت‌ها تلاش هیچ نشونه‌ای پیدا نمی‌کنن. پدر الیزابت توی زندان بوده. این احتمال وجود داره که یکی از افرادی که باهاش مشکل داشته الیزابت رو دزدیده. 12 ساعت از گم شدنش گذشته. تیم جستجو همچنان داره به کارش ادامه میده. اما یک تیم تحقیقاتی هم شروع به کار کرده. هیچ کس توی اون منطقه الیزابت رو ندیده. اما وقتی رد گوشی موبایلش رو میگیرن هنوز توی همون منطقه است. در نهایت پلیس میره سراغ آخرین نفری که اونو دیده. آلیسا بوستامانت 15 ساله. اون روز حادثه با الیزابت بوده و وقتی از هم جدا شدن به همراه مادر بزرگش به یک مراسم توی کلیسا رفته. اون روز بچه‌ها ساعت 4:30 از مدرسه برمیگردن و آلیسا از پدر بزرگش اجازه میگیره تا بره توی جنگل بازی کنه. اما 1 ساعت بعد برمیگرده و یک راست میره توی اتاقش. چون پرونده مربوط به گم شدن یک فرد زیر سن قانونی بوده، FBI به سرعت وارد عمل میشه و از همون لحظه اول آلیسا رو زیر نظر میگیره. آلیسا متولد 1994 کالیفرنیاست. مادرش وقتی 16 ساله بوده اونو حامله میشه. بعد از یک مدت به میزوری نقل مکان میکنه.
آلیسا هر چقدر که بزرگتر میشه از خودش علایق پسرونه بیشتری نشون میده. بیشتر منزوی میشه و بیشتر توی اتاقش تنهایی میکشه. به عنوان یک دختر که دلش میخواسته پسر بشه، دوران بلوغ سختی رو تجربه میکنه. با رشد اندامهاش به شدت مشکل داشته و همین مسئله غمگینش میکنه. افسردگی میگیره و در نهایت با فرهنگ گات آشنا میشه. این فرهنگ علاقه به مفاهیم تاریک داره. اگه دلتون میخواد راجبش ویدیو درست کنم، توی کامنت ها برام بنویسید. 2 روز بعد از حادثه، تیم جمع‌آوری اطلاعات FBI میاد و خونه خانواده بوستامانتو به صورت کامل بررسی میکنه. وقتی نوبت به اتاق خواب آلیسا میرسه، روی دیوار کمدش جملات تاریکی رو پیدا میکنن که بعضی از کلماتش با خون نوشته شده. تمرکزشون رو میذارن روی اتاق خواب آلیسا و در نهایت دفترچه خاطراتش رو پیدا میکنن. اون توی دفترچه خاطراتش مطالبی رو نوشته که حتی نزدیکترین آدمای دور و برش ازش بیخبرن. توی صفحه آخر دفتر خاطرات متنی رو نوشته که بعدش با خودکار حسابی خط خطیش کرده، جوری که دیگه اصلاً قابل خوندن نیست. اما پلیس یک چراغ قوه قوی رو زیر کاغذ میگیره و حالا متن روش کاملاً خوانا میشه. خب دوستای خوبم، تا اینجا نظر شما چیه؟ ما یک پرونده قتل داریم یا آدم ربایی یا گم شدن؟ توی کامنت ها برام بنویسین و یادتون نره کانال رو دنبال کنین. اما آلیسا توی دفتر خاطراتش چه چیزی رو نوشته بود که بعدش مجبور شده بود اینطوری خط خطیش کنه؟ من یک نفر رو کشتم، خفش کردم، گلوشو بریدم و این فوق‌العاده بود. حالا پلیس یک اعتراف کتبی داره. وقتشه آلیسا دستگیر بشه، اما اون موقع توی مدرسه است. در نتیجه به همراه مادر بزرگش به مرکز FBI میره. اون وقتی 7 سالش بوده پدر و مادرش از هم جدا میشن. مادرش معتاد به مواد مخدر بوده و اوضاع بچه ها اصلاً خوب نبوده. همینجاست که پدر و مادر بزرگش میان و نقش سرپرستی رو به عهده میگیرن. ناامیدی تمام وجود آلیسا رو پر میکنه. یک جور حس ناخواسته بودن، از دست رفتگی رو تجربه میکنه. دچار افسردگی میشه و در نهایت یک خودکشی ناموفق رو تجربه میکنه. دکترها تشخیص میدن که اون یک بیمار 2 قطبیه. بعضی وقتا سرحاله و بعضی وقتا افسرده. مدام به خودش آسیب میزنه. توی مرکز FBI یک متخصص امور جوانان به همراه یک بازجو تلاش میکنن تا ازش اعتراف شفاهی بگیرن، علت قتل رو بفهمن و از همه مهمتر محل جسد رو پیدا کنن. اولش آلیسا شروع به داستان سرایی میکنه. آره، من 1 ساعتی توی جنگل واسه خودم داشتم میچرخیدم. خواهر کوچیکترم هم میخواست با هم بیاد، اما پیچوندمش. وقتی برگشتم خونه، برادر بزرگترم ازم پرسید که الیزابت کجاست. تازه اونجا فهمیدم که به خونه برنگشته. اینجا بازجو بهش میگه چند نفر توی جنگل دیدنت که داشتی یک چاله میکردی. اینو برامون توضیح بده تا مسیر پرونده رو بهتر درک کنیم. من از طبیعت و حیوونا خوشم میاد. از درختها خوشم میاد. چاله کندنم یه کاریه که همینجوری انجام میدم. بعضی وقتا جسد حیوانایی که پیدا میکنم و دفن میکنم. اینجوری بهشون احترام میذارم. بازجو میره سراغ سوالهای مستقیم‌تر. تو بلایی سر الیزابت آوردی؟ نه. مسبب ناپدید شدنش هستی؟ نه. تو کشتیش؟ نه. میدونی در حال حاضر کجاست؟ نه. دفترچه خاطراتت رو پیدا کردیم. نوشته های داخلش رو خوندیم. آخرین نوشته‌ات رو هم خوندیم. اگه زیرش نور بگیری همه چی معلوم میشه. حالا حقیقت رو به همون بگو. دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ من نکشتمش، خودش مرد.
یه دختر 9 ساله همینجوری نمیمیره. بگو چطوری مرد؟ افتاد زمین و به سرش ضربه خورد. بالاخره جسد رو پیدا میکنیم. کالبد شکافی همه چیز رو معلوم میکنه. بهتر الان حقیقت رو بگی. گلوش رو بریدی؟ آره. میشه مادر بزرگم از اتاق بره بیرون؟ آلیسا، تو از قبل یک چاله کندی. یعنی میدونستی که میخوای الیزابت رو بکشی. با چی گلوشو بریدی؟ یه چاقوی آشپزخونه. اون چاقو الان کجاست؟ توی سینک. چرا اونو انتخاب کردی؟ نمیدونم. همینجوری. میخواستم بدونم کشتن چطوریه. بعد از اون محل جسد رو به پلیس نشون میده. یک قبر کم عمق که روش یکم برگ درخت و خاک ریخته شده. روز حادثه آلیسا و اما خواهر کوچکترش میرن در خونه الیزابت و ازش میخوان تا بیاد بیرون و با هم بازی کنن. بعد از یک مدت اما رو میپیچونن و 2 نفری میرن پی کار خودشون که الیسا شروع میکنه به خفه کردن الیزابت. وقتی میبینه که الیزابت داره مقاومت میکنه، چاقوی آشپزخونه‌ای که با خودش آورده رو بیرون میکشه و بهش 2 ضربه میزنه. در نهایت هم گلوشو میبره. در انتها در کمال خونسردی اون رو دفن میکنه، به خونه برمیگرده، چاقو رو توی ماشین ظرفشویی میذاره و به اتاقش میره. یه دختر 15 ساله این همه خشمو از کجا آورده؟ اون به عنوان یک نوجوان بازداشت میشه، اما به عنوان یک بزرگسال محاکمه میشه با اتهام قتل درجه 1. قتل از قبل برنامه ریزی شده. وکیلش مدعیه که آلیسا تحت درمان افسردگیه و داروهایی با دوز بالا مصرف میکرده و در اون لحظه هیچ چیزی تحت کنترل خودش نبوده. اما اتهام آلیسا قتل از پیش برنامه ریزی شده هست. اون با برداشتن چاقو از خونه و کندن قبر از قبل برای کشتن الیزابت برنامه ریزی کرده بوده. این اتفاق تحت تأثیر یک جنون آنی نبوده. خبر به بیرون درس پیدا میکنه و ویدیوهایی از آلیسا منتشر میشه که ازش یک هیولا میسازه. حتی بهترین دوستش هم علیه آلیسا مصاحبه میکنه. 3 سال از زندانی بودن آلیسا میگذره. اون 1.5 سال آخر رو توی سلول انفرادی گذرونده. بالاخره راضی میشه تا توی دادگاه هم به جرمش اقرار کنه. اون حبس ابد میگیره با احتمال عفو مشروط. در جولای 2024 به آلیسا بوستامانت جلسه بررسی عفو مشروط داده میشه، اما با درخواست آزادی زودتر از موعدش موافقت نمیشه. ویدیو به آخر رسیده. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. قضاوت با شماست. هیچ پایان بندی خاصی ندارم. آیا حبس ابد برای آلیسا بوستامانت عادلانه بوده؟ و اینکه یک دختر بچه 15 ساله چرا باید به این حد از شرارت برسه؟ نظراتتون رو برام توی کامنت ها بنویسین، کانال رو دنبال کنین و خدا نگهدار.